محترم تماشابینان عزیز، اولا السلام علیکم. ماه مبارک رمضان با آخر رسید استادند. موافقی قرار شورای علمای جمهوری عید سعید فطر روز یکشنبه 24 همین ماه ان شاء الله تجلیل می‌گردد. به مناسبت این عید مبارک همه شمایان را مبارکباد میگویم. البته عید امساله از عیدهای گذشته فرق دارد. موافق شریعت هر سال ما نماز می‌خواندیم، نماز عید با جماعت می‌خواندیم. پیش از عید روزهای عرفه به فاتحه خوانی می‌رفتیم، به قبرستان ها می‌رفتیم. همه آن امسال دیگر چیز را طلب می‌کند. یعنی شرایط امروز دیگر است. و همگان معلوم است که دین مبین اسلام از همه چیز مهم این هم باشد سلامتی مردم است. باید ما آن را احتیاط کنیم. بیماری کووید 19 که در تمام دنیا حاضر هست، از آن جمله در تاجیکستان است، برای همین هم نمازها، یعنی نماز 5 وقته، نماز جمعه، حتی نماز تراویح در ماه مبارک رمضان در مسجدها برپا نگردید. در خانه ها تنها آن را ادا کردیم. و این سال باشد بسیارها میپرسند که نماز عید چی میشود؟ نماز عید یعنی هر ساله بارین نماز عید برپا نمیشود و در همان وقتی که نماز عید برپا میشد، یعنی ساعت 6 تا ساعت 7 پگاهی روز عید، همه در خانه ها نشسته تلاوت میکنند، ذکر میکنند. یعنی نماز معین نیست. بعضی ها میپرسند که با طریق آنلاین در مذهب ما، در مذهب امام اعظم، با طریق آنلاین خواندن نماز جمعه، نماز 5 وقته، نماز عید درست نیست. یعنی این فتوای ملا یا مفتی نیست، بلکه این فتوای شریعت است. در مذهب ما قیاس گفتگی یعنی اصول است، از همان گرفته می شود. غیر از آن در این ایام باید هر کس فتوا ندهد. در شبکه‌های اینترنتی هر خیل فتوا میدهند و سبب اختلاف می شود، باید از آن خودداری کنند. محترم تماشابینان عزیز، عرف و عادت ما هر سال به خانه میت، خانه ها رفته دعای فاتحه می کردیم. این سال بسیارها میپرسند که این چی می شود؟ البته باید ما شرایط رو به حساب گیریم. شرایط نمی بردارد. این سال درها را مثلا صاحبان میت باید دروازه هاشون را گشاده نمانند، یا که در گشاده به کرسی ها و استول کرده یا تلقیم میکنیم، گفته که چیزها رو باید نکنند، زیرا سببی جمع شدن مردم می شود. این با فایده مردم نیست. غیر از اون آدمانی که با فاتحه می رفتن پیش از عید، یعنی روز عرفه و روز عید، باید به فاتحه خوانی نروند. صاحبای میت هم خفه نمی شوند. و آدمانی که به فاتحه نرفته‌اند خویش و اقربا است، خدا انده هستند، هیچ وقت خجالت نباشند که ما به فاتحه نرفتیم. می توانند که با طریق تلفن یک تلفن کرده دلبرداری کنند، گویند که برادر من شرایط همین خیلی بوده است، اکنون رفتن نمی توانیم، در خانه نشسته در حقشان دعا میکنیم گویید، یعنی کفایه است. یعنی در بدر گشتن امسال نیست. غیر از آن در بسیار دهه ها آدمان در بدر نمی رفتند، بلکه در یک جا جمع می شدند. در یک مسجد همه صاحبان میت جمع می آمدند و نام همون میت را می گرفتند، یک تلاوت می کردند و آنها خیسته خوش آمدید می گفتند. این چیز هم نیست. باید به مسجد ها رفته دست جمعانه دعا نکنند. یعنی این خجالتی که مثلا بین مردم از یک دیگر خفه شدن باید نباشد. از یک دیگر خجالت نباشند، از یک دیگر خفه هم نباشند. این شرایط همین را طلب می کند. غیر از آن صدقه فطر هست. بعضی ها میپرسند که صدقه فطر چی است؟
صدقه فطر رو این البته عبادت مالی هست. شورای علما معین کرده است که برای هر یک نفر 5 سامانی صدقه فطر داده می شود. امروز وقت صدقه فطر دادن است. یعنی شما می توانید که به همان آدمان کم بضاعت، یتیم و بیچارگان مثل هر ساله صدقه فطرتان را سپارید. غیر از آن زکات هست. زکات را باید تا پیش از نماز زکات را مردم حساب و کتاب کنند، زکاتشان را دهند. کسانی که آنها صاحبی پول و مال هستند باید از 41 یعنی از 40,000 1,000 از 20,000 500 سامانی باید زکات دهند. خصوصا این زکات امسال من چنانه که به همگان معلوم است صورت حساب‌های مخصوص گشاده شده است برای پیشگیری و معالجه این وبایی که در دنیا هست. می توانند که زکاتشان را به آنجا گذرانند. خلاصه این است که باید هر یکی ما روز یکشنبه دانیم که در مسجدها نماز عید برپا نمی شود. در وقت نماز در خانه ها نشسته و دعای فاتحه به ذکر و تلاوت مشغول می شویم و در حق این بیماری دعا می کنیم که پروردگار این بیماری را خودش از روی زمین بردارد. و کسانی که صاحب میت هستند باز یک بار دیگر تاکید می کنم که در خانه های آنها تشکیل کردن دعای فاتحه یا که بعضی ها میگویند که ما تلقی میکنیم، این چیزها امسال نیست. باید مردم دانند و یکدیگر فهمانند و صبح روز عید هم به قبرستان ها رفتن این درست نیست. باید در خانه نشسته تلاوت کنید، ان شاء الله ثوابیتش میرسد. در خانه موافقی مذهب حنفی نماز عید خوانده نمی شود، چون که نماز عید معین نگردیده است. این فتوای ملا یا فتوای مفتی نیست، بلکه شریعت معین کرده است که اگر روز نماز عید یا نماز جمعه برپا نگردد در خانه نماز جمعه خواندن یا نماز عید خواندن درست نیست. تنها حتی همسایه ها هم جمع شده خواندنشان درست نیست. فقط هر کس در خانه خود میتواند که نماز نفل میخواند یا تلاوت میکند یا دعا میکند یا ذکر میکند. فقط در همان ساعت یعنی از ساعت 6 پگاهی تا ساعت 7 پگاهی کسانی که نماز میخواندند میتوانند که با دعا و فاتحه و نیایش و ذکر خدا مشغول باشند. بعضی ها میپرسند درباره عیدگردک. در ولایت ما در شهر ما این بسیار کم است، لیکن در جنوب تاجیکستان در دیگر جاها عیدگردک است که کودکان در بدر میگردند. امسال شرایط این را نمیبردارد. باید عیدگردک اصلا از اولی ما بیان کرده بودیم باید این چیز برپا نگردد. کودکان را شما اجازه ندهید که به در کسی روند یا که خودتان خسته برای یک بیماربینی یا برای یک دعای فاتحه برآمده از خانه نروید، در خانه مانید. روزی عرفه و روز عید روز قبول دعا است. من دعا میکنم که پروردگار عالم یک ماه عبادت ما را به درگاهش قبول فرموده باشد. این بیماری که در تمام دنیا است از آن جمله در تاجیکستان است، پروردگار درد همه بیماران به شفای کامل و عاجل عطا فرماید. این بیماری را از روی دنیا بردارد، مردم نجات یابند و هر کس با امید باید با خلوص نیت دعا کند. من دعا میکنم که خاندان همه شما آباد باشد. عیدتان مبارک.